خدای تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما ما غیر از تو ربی نداریم، فقط خودتی، ما رو به جای دیگه نفرست. اگه جای دیگه بود که میرفتیم. این نصف شب اینجا چی کار میکنیم؟ جای دیگه نیست. ولی این عفو حاصل نمیشه کسی که در دلش حب انتقام از برادرش هست، کسی که نمیتونه در چنین شب‌های برادرشو ببخشه، خواهرشو ببخشه، همسایه‌شو ببخشه، شریکشو ببخشه، دوستشو ببخشه. چطوری میخواد تقاضای عفو بخشش بکنه؟ بگه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. و تو باید بخشنده باشی. تو که نمیتونی برادرت که در حق تو یه زمانی اشتباهی کرده ببخشید. اگر امشب آمدیم تقاضای عفو داریم، باید دلمون رو صاف بکنیم، کینه ها و بغض ها و حسادت ها و منیت ها و عقده ها رو تخلیه بکنیم.